Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salom alaykum. بود هم ofis یا ofis دیگه نرفتی؟ چی با دیگه ofis برام فرقش چی؟ ما کجا شما قطعی تماس میگیرم؟ یک بار همین کامرای قفوت بگردون. اگر این مرده گوریده یک بار. کامرای چی ما بگردونم؟ همین کامرای قفوت میتونیم ofis نشون بدی یک بار. ofis خدمت. خب این همین جایی که اینا برادر اینا. و کجا را نشون میدم تو؟ یه آرام نشون که خوب دیده شما برادر تیزی بد رفتی. اینترنت ضعیف است. نه ofis ما باش ما چی در کره؟ نه کو ببین ofis تخشروه که ofis ما. برادر. بله به هر صورت بیا بگذاریم سر موضوع. یا کمتر بگیم ختم بگیم که آزاد حس کنی در این میدان که در اومدی. خب بفرما برادر. موضوعی که امروز گذاشتیم درباره امنیت در داخل تاجیکستان. در تاجیکستان آیا امنیت وجود دارد یا نه؟ شما چی میگید در این باره؟ برای چی؟ این موضوعی است که ما در از موضوع اگر بیرون رفتی برادر دیگر ناراحت نشه، از استودیو ما شما رو بیرون میکنم، دیگر برادرای جا هستن اونها رو ما پیوست میکنم. مالی درباره موضوع در تاجیکستان آیا امنیت وجود داره یا نه؟ ما صحبت ما گپ زنم ختم نکنین التماس. ولی در تاجیکستان در مسئله امنیت گفتین این موضوع است که در موضوع قبلی ما صحبت کردیم که شما ما گفتم که کشوری که امنیتی مرا تامین میکنه، شما مرا گفتین که در کشوری که امنیت هست یعنی که فقر هست او کشور را امنیت نیست گفتید شما. خیلی خوب. لیکن در تاجیکستان اگر امنیت نباشه امروز چگونه قدر مردم هزاران نفر پای زندگی خود کار میکنن، فعالیت میکنن، آزادانه میرن جای کارشون میتونن. خب یک لحظه شما فقط مرا بشنوین. بسم الله الرحمن الرحیم. الله سبحانه و تعالی در قرآن میفرماید که لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. در این آیت مبارکه در باره اقتصاد و در باره امنیت و در باره تجارت صحبت رفتگی است. رحلت شتای و صیف، رحلت کردن در تابستان و زمستان. پروردگار در اینجا میگه وقتی که ما صحبت میکنیم هر سخن ما از اساس اون اساسش از قرآن کریم است. قرآن چی میگه در این باره؟ قرآن کریم در وقتی که میگه در بین قریش تجارت در اون وقت رشد پیدا کرد، در اون وقت تجارت شروع کردن و رحلت تابستان و زمستان کردن، زمانی که الذی اطعمهم من جوع، وقتی گشنگی را از بین گرفته، و آمنهم من خوف، بعد از گشنگی از بین رفتن امنیت آمد. در اینجا برای اینها امکانیت تجارت پیدا کردن. ببینید ما برای شما گفتم که امنیت با فقر ارتباطاتی بسیار قوی داره. در کشوری که فقر وجود داشته باشه در اون کشور امنیت وجود نداره. اینجا آیت قرآن این میگه که اول اونها را ما از فقر نجات دادیم، بعدا امنیت آمد. زمانی که مردم پر شد، زمانی که مردم احتیاجات اونها پر شد، در اون وقت امنیت ما برای اونها میگیم که عطا کردیم. این آیت قرآن است. ما در اساس آیت قرآن گپ گفتیم که در هر کشوری که فقر باشه در اونجا اتوماتیکی امنیت نیست. اگر بگن نه کشور ما فقر وجود نداره، یا شما دروغ میگین، یا که این مردمی که در روسیه امروز بگم که از دست بیکاری با فقر میجنگن امروز در مهاجرت هستن، یا که اینها مردمی بگم که یا خلاصه یا بی‌وطن هستن، و یا که شما دروغ میگین. اما اون چیزی که من گفتم قرآن برای شما گفتم. فهمیدی؟ حقای حسین. بله. شما گفتن که در کشوری که امنیت یعنی که فقر باشه امنیت وجود ندارد، هر دوش هم معنا هستند. امروز در تاجیکستان مردم به تجارت مشغولند. صبر کن. مردم در کارخانه ها صبر کن. یک لحظه صبر کن. من شما را گوش کردم التماس. نه
شما گوش کردن اما در گپا دوش الکی تغییرات آمده است. گفتین که شما هر دوش هم معنا هستند. اینها هر دوش هم معنا نیستند. فقر دیگر چیز است، امنیت دیگر چیز است، اما اینها با یکدیگر ارتباطات دارند. در صورت ارتباطات دارند. فهمیدی؟ ارتباط دارند. شما خوب گوش کنید، همون گوش هاتون خوبتر کشین، بعد گپای ما را با خوب میفهمین. خب به هر صورت الان امروزه را بگیرید، صحبت گذشته را بگذار. امروز صحبت. الان در تاجیکستان امنیت وجود دارد؟ امنیت الان در تاجیکستان 100% وجود دارد و حتی من گفته بودم و باز میگم که امروز تاجیکستان یکی از کشورهای امن‌ترین دنیا به حساب می رود و حتی قبول کردگی هستند. همینا تمام. صبر کن برادر، از اون شما چی میگین در این گپ؟ در این گپی برادر، مثلا امنیت دو خیل می شود یا به چند گروه ها تقسیم کردن ممکن است و سالهای اخیر خصوصا شهروندانی که در نزدیکی مرز زندگی میکنن و خصوصا با کرغیزستان و اون دلایلی که ویدیوهایی که برآمد و کدام یکی از اینها ساخته نبود و از طرف خود شهروندان ثبت شده است و نزدیک مرزی هستند و برای ما واضح و روشن بود اون همه ویدیوهایی که مثلا خصوصا اسکر بچه‌های تاجیک زیر میلتقی کشوری همسایه و برای همه ما معلوم بودند و رو خونشار و دستانی بسته و گرفتن در روزی روشن به طرف برادر ما. شما را خوب گوش کرده یک دقیقه به طرف کشور خود در آوردن و تا امروزه برای مثلا کوچکترین مسئله ها پرابلم ایجاد میکنن برای ما، برای خصوصا شهروندان نزدیک مرزی و ما تا امروزه امنیتی شهروندایی که در مرز زندگی میکنند و اون زمین هایی که تعلق دارن به کشور تاجیک ما خودمون اوریای نژاد میگیریم و مثلا تاریخی بیش از 5500 ساله داره میگیم و حدود آسیای مرکزی به خود ربط میدیم و امروز نمیتونیم از یک مرز کوچک دفاع کنیم و شهروندامون چی کنیم. برادر عزیز، امروز در مرز هم امنیت وجود داره، در داخل تاجیکستان هم امنیت وجود داره. چون ها در مرز در همه کشورها اینگونه می شود. حالت می شود که مناسبت بین دو کشور کمترک، یعنی یکم خیلی با بعض دخالت ها وضعیت آرام می شود. این حل شونده از حل می شود. حکومت تاجیکستان با حکومت قرقیزستان وضعیت تنج کردن. الان در مرز وضعیت خوب است. یا اینکه ببینید ما قریب 1400 کیلومتر با افغانستان که 40 سال در اون جنگ است هم مرز هستیم. امروز مرز افغانستان و تاجیکستان که 1400 کیلومتر در بر میگیرد، ببینید تاجیکستان که کشوری الان 30 ساله است توانسته است در مرز خود وضعیت تنج کند. شما تاجیکستان با دیگر کشورهای ابرقدرت یا که با کشورهای ترقی یافته مقایسه نکنید برادر. شما چنان مقایسه کردید که یک نفر یک مرد 40 ساله را با یک کودک مثال 7 ساله مقایسه کردید. امروز شما کدام امنیت گفتنید؟ امنیت مرزی یا امنیت در داخل تاجیکستان؟ سوال شما چگونه است اصلا؟ موضوع شما چی است؟ امنیت در مرز یا اینکه امنیت در داخل تاجیکستان؟ ببینید برادر آزادان اگر صحبت هم کنیم در داخل تاجیکستان هم اگر ما صحبت کنیم برادر آزادان دیش یک لحظه ما در عموم ما گفتیم که امنیت آیا در کشور ما وجود دارد. البته اکثر مردم امنیت همون را میگن که یگان دشمن خارجی یگان بیگانه داخل کشور ما بیان ما را بپرانه. البته این چیز در ما وجود نداره و هیچ کشوری اصلا ما را تهدید هم نمیکنه. اما در عموم آیا مردم در امنیت هستند یا نه؟ شما از این فراتر شما ببینید آیا مردم در امنیت هست یا نه؟ فردوس بگو. امروز البته که مردم در امنیت هست. وقتی که امنیت نباشد، من مثال میارم مرخصی نکنید، وقتی که امنیت نباشه مردم آزادانه برآمده در کوچه ها یا اینکه در بازار در دیگر جایهای جمعیتی اشتراک کردن نمیتونه. امروز شکر خدا بازار است، مرکز
یعنی شهر دوشنبه هزاران نفر امروز در سیرگشت هستند، هزاران نفر از دیگر شهر نوهم میبیان، داخل میشن، میبرن. امنیت البته که برقرار است. تمام کن. بازم شما دنبال اون میرین که اینجا مردم بگن در امنیت هستن. من یک چیز برایت میگم. امنیت زمان صورت میگیره در یک کشور که حقوق های یک انسان محفوظ بمانه، حقوق اون در امن باشه، پایمال نشوه. زمانی که خود مسئولینی که در سر حکومت در سر قدرت هستن اونها خانه مردم داخل شده و مردم شکنجه میکنن، آیا اون ملت در امنیت هست؟ زمانی شکنجه کردن خانه کی در اومده؟ زمانی که مال مردم بازو گرفته میشه و ورقهای تقلبی بگیم که اونا را به نام خودشون افار میکنن، آیا این امنیت است؟ اینا شما کجا گرفته؟ در کجا این کار شده؟ یکم دلیل داره؟ ما همین به سوال برادر در برابرش گفتنی هستم. میگه که در تاجیکستان امنیت است، امنیت شهروندی نه، امنیت تنها محافظت میکند یک اویله را. گپ نبر فقط برادر و اون نفرایی که نزدیک هستن تنها با همون یک اویله واروخ. این برای همه ما معلوم است. اگر امنیت در تاجیکستان وجود می داشت امروز در وطن ما در روز روشن نفرها را ابلاغ نمی کردن، در ماشین بار نمی کردن، نمی بردن مثلا کمیساریات حربی. این پرابلم ان شاء الله که حل شونده است، این پرابلم حل می شود و تا امروز دیگر ابلاغ نمی کنن اشکره. خدا خواهد دیگه ابلاغ نیست. شما میگیرن ابلاغش نمیکنن. شما میگید امام علی رحمانوف در 30 سال های برادر اون نفر که او ببینید شما خدمت کردگی هستین در صف قوای مسلحه یا نه؟ یکی از خدمت‌های عادی ترینه که باید هر یک شهروند خدمت کنه. ما الان خدمت کردیم. من توجه معلومات دارم. اینم برادر حسین خودش عموما خدمت حربی کردگی نیست. صحبت درباره امنیت رفته، درباره خدمت حربی نه. این یک موضوعی به آخه شما بگید که نه گفت درباره ابلاغ رفت من بعد برای همون گفتم درباره ابلاغ نیست. من گفتم اگر امنیت تامین میبود، امنیت اون نفرها تامین میشد که ابلاغ نمیشدن از طرف کمیته. همین ابلاغ خودش برای امنیت یک نفر میگیرن میبرن خدمت میکنه برای مادر وطن، سرحد ما را وطن ما را حمایت میکنه، میشوه امنیت. دیگر با چی؟ آوازه هر دو شما محکم استک، آوازه هر دوتون محکم استک. برادر آزاداندهش صحبت شما خیلی طولانی شد. تشکر زیاد در اینجا در استودیو ما میبینیم که از حد زیاد در این استودیو هستن با ما. از همین خاطر ما یک برادر دیگر را قبول میکنم. خدا نگهدارتان باشه. ان شاء الله که تا برنامه آینده را ان شاء الله بفرما برادر. اگه چهره های نو داخل کنین. مالش می داخل بکنین زیغ نشه. خب تشکر برادر آزاداندهش. اوکی خدا نگهدار.